اینجا منطقه بی شهرداری، منطقه شناخته شده شما با کوچه های 16 متری، یه خونه 2 طبقه و یه سویت. تشریف بیارید داخل بازدید کن. این خونه کلا راه رفت آمده جداست. طبقه بالا از اون در میاد که وسطش پلیس زده شده بالا پارکینگش، و طبقه پایین هم از این در میاد. یه حیاتی با صفا و خوبی داره. نورگیری حال نسبتا خوبه، یعنی 3 تا پنجره قدی قرار دادن و یه ویترین هم اینجا قرار دادن که زنای خمینی سر چینی خیلی دارن، چینی و بلورشون هم بزنن داخلش، و یک کنافی که اونم میگه نسبتا خوبه، رو سلیقه 4-5 سال پیشه. اتاق خواب خوبی هم داره اینجا، هم کمد دیواری، هم دزگیر، هم دوربین و یه نورگیری هم از قسمت طبیعه شده است که تا بالا رفته است که کلا صبح بدونم اینجا روشن میکنه. همون نورگیری که تو اون اتاق هست داخل این اتاق هم هست، یعنی اصلا مشکلی نوری نداره و اتاق خوابی 3x4 که طبیعه شده. اتاق اوکیه یا نه؟ اجازه هست بگیریم اتاق را؟